چقدر سخت است. شبها با یاد کسی که دوستش داری با گریه خواب کنی، اما او با لبخند کسی. ترانه بخشیده می شود با سرگذشت شکرانه نام دختری زیبایی. بعضا ما راهگم راهی زندگی می شویم. نفری که شکسته است می گوید کار قسمت بود، اما نفری که تو را به این حال آورده است می گوید خطای خودش بود. بعضا به نامردی بعضی از مردان حیران می شوم که زندگی و حس دیگران برایشان اهمیتی ندارد. فقط به فکر خودند تا تواند با استفاده از دیگران حال خود را برای یک مدت خوب کنند. یک روز شکرانه برایم قصه کرد. زندگی خیلی کوتاه و سر تا پا پر از خاطره و غصه خود را. ما در زندگی از خورده با مشکل ها به وای رسیدیم. با تمامی سختی های زندگی مبارزه بردیم. خیلی سخت بود زندگی کردن، ولی همانو شکر می کردیم. هیچگاه از خداوند امید نبودیم. پدر و مادرم رنج کشیدند که این برای ما یک تجربه خوبی بود. مادرم با وجود اونی که شرایط ما خوب نبود همیشه دست خیر داشت. همیشه کمکش به دیگران می رسید. شاید همین خاکساری و دست خیری و پاکدلی مادرم بود که ما از آن مشکلی با بهترین روزهای زندگی رسیدیم. و من هم در قنات مادرم کلان شدم. یک روز یک پسر که برای مادرم همچون فرزند بود و او را مدتی 10 سال باز می شناخت از مادرم خواست مرا برای دادرش خواستگاری کند. اما من که هنوز خرد بودم مادرم راضی نشد و با همین یک روز اون پسر با مادر و خواهر خود به خانه آمدند و با یک دیدن مرا پسندیدند و خواستند همه لحظه فاتحه کنند. اما مادرم به پدرم حواله کرد زیرا من پسر را هنوز ندیده بودم. خلاصه یک روز دیگر پسر با همون برادر خود برای دیدن من آمدند. وقتی مرا دید معقول کرد و با همین یک دیدن ما فاتحه شدیم. بعضن با کار تقدیر حیران می شوم. ما رو با نفری می پیوندد که نمی دانیم او کیست و چه گذشته ای دارد. وقتی خطی تقدیر کشیده باشد اگرچه دشمنت باشد هم زبان جرأتی نگفتن را نمی کند. من نمی دانستم آن پسر کی است، خصلتش چگونه است، چه گذشته ای دارد. هیچ چیز را درباره او نمی دانستم و ما آنگونه تربیت شده بودیم که با سخن پدر و مادرم نیز زید بر آمده نمی توانستم. خلاصه با ما خیلی مدتی کم دادن و با همین توی عروسی شد. در توی مادرم آنقدر برای آن خانواده بی‌قدر بود که هیچ کس احترامش را ندانست. اما با همه اون کارهایی که در فاتحه در توی برامون کرده بودن چشم پوشیدیم و مادرم نخواست از آنها دیگر حرف بزنیم چون فقط خوشبختی مرا میخواست و خلاص. توی گذشت. مناسبت پسر با من تماما دیگر بود. دختری که هنوز خرد بودم، زندگی رو ندیده، نشنیده، نگشته، یک باره با زندگی روبرو شدم که در مدتی کوتاه مرا پخته گردان. درک میکردم که آن پسر با دلی ناخواهم با من ازدواج کرده است، اما به خانواده هم چیزی نمیگفتم. هر روز احترام پدر و مادرش را به جا می آوردم.
تا من خوشبخت باشم. اما آنها نخواستند. اما من فقط یک چیز رو برایش گفتنیم. در این زندگی کوتاهی من و تو یکی همون باختیم. این من نبودم. این تو بودی که باختی. چون من نفری رو از دست دادم که دوستم نمی داشت. چقدر رنج و عذابم داد. چقدر بی احترامیم کرد. چقدر مرا شکست. اما تو نفری رو از دست دادی که با تمام وجودش احترامت میکرد. دوستت می داشت. حتی مادر فرزندت بود. پس این باختت مبارکت باشد.